برام خدایی که بخشش را آفرید. خانم ها آقایان سلام علیکم، خیلی مخلصیم. یه روز دیگر رو تماشا کردیم و این یعنی هنوز یه امیدای باقی مونده. پس سلام. یه سلام توپل مپل واسه افراد عریض جامعهمون. یه سلام گرم و نرمم تقدیم به خوشخوابا و تنبلای عزیز. بقیه سلامای وارد هم تقدیم به همه اونایی که سعی میکنن زندگی رو اون جوری ببینن که بر وفق مراد باشه. اصلا یه سلام اون گوشه کنارا تقدیم به خود مراد خان که همه دلشون میخواد زندگیشون بر وفقش باشه. خود مراد خان اون موقع واسه پیش بردن زندگیش با یه عدد الاغ جابجا میشد. بله، الاغ نام برده بعد از بیرون اومدن از آخر اگه میلش بود که هیچی، میبردت به مقصد. وای که اگه میلش نمیکشید، مگه تکون میخورد؟ قلدر محلم میآوردی نمیتونست تکونش بده. خلاصه نام برده از قدرت عجیبی برخوردار بود با این چند وجب هیکلش و در کل صنعت حمل و نقل و زیر سلطه داشت. سلام الله عزیز، حال چطوری؟ خوب خوش و سلامتی، کار چطوری؟ تا اینکه گذشت مراد تونست اسب بخره. اسب هم با کلاستر بود، هم حرف گوش کنتر، شیکتر هم بود. فقط یه کوچولو کودش بیشتر بود که اونم چون به فکر گل و گیاها بود حیوانکی، وگرنه بیچاره کاری به کار کسی نداره. یه مدت طولانی همه با اسب اینور اونور میرفتن. تازه ته با کلاسی میدونی چی بود؟ این بود که 2 ماه قبل عروسی خیاط میآوردن تو خونه تا واسه تک به تک اعضای خانواده اقوام محترم لباس بدوزه. ماه دومم هر شب بزن و بکوب بود. و ماه سوم دیگه با یه شاسی بلندش میرفتن دنبال عروس و آره، یعنی میخوام بگم شاسی بلند اون وقتا بود. آره بابا، از اتاق فرمان اشاره میفرمایند که بریم سر بحث خودمون. خیلی خوب آقا. یه مدتی گذشت و دیدن چهارپایان عزیز جهت حمل و نقل عموم دیگه کارساز نیستن. رفتن یه چهارپا ساختن که نمیره. یهو چشم باز کردیم دیدیم توی یه فولکس نشستیم. چشاشو دیدی؟ یه پلک زدیم رفتیم تو ژیان، یهویی رفتیم رنو، بعدش توی پیکان، بعدش رفتیم توی پراید. چی؟ پراید. درست تلفظ کن قربونت برم. یه راست رفتیم پیش بچهای بالا و ملت و شیک و مجلسی، صادر کردیم به دیار باقی. عجب رسمیه، رسم زمونه، قصه برگا باده خزونه، میرن آدما از اونا فقط. بعد اون دیگه کار به پلک زدن نرسید. با هر نفس یه مدل چارپای نمیر بیرون اومد و با سر و شکل مختلف. وسایل حمل و نقل عمومی که ماشاءالله زیاد شد. آسمون تو کارمون موند، هنوزم که هنوزه مونده. واسه همین نفسمون بالا بیا نیست قربونت برم. همشهریان گرانقدر هم پس از تحلیلات و استدلال‌های به عمل اومده به این نتیجه رسیدن که الاغ عزیز عجب چیزی بود. از دستش دادیم. الانم که دیگه میترسیم پلک بزنیم. آخه بعد از اختراع و حتی تولید ماشین پرنده فقط همین مونده که یا آدم بسازن با یه بشکن تبدیل به چارپای نمیر بشه. از مسئولین محترم خواهشمندیم عاجزانه به هر زبونی که هست رسیدگی کنن. از ما گفتن بود
و همون چهارپاهای بمی رو دوباره وارد صنعت حمل و نقل عمومی کنن. آقا ما همون خره رو میخوایم. الهی که شما هم تا اطلاع ثانویه لطفاً پلک نزنید. فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پلک نزده دوستتون داریم. خدافظ.